میگه آقا شما چرا با آقای کجی کار میکنی؟ گفتم چی شده؟ همش 4 تا دختر میریزه اینجوری میرقصن. گفتم برادر آهنگ 6 و 8، من که نمیتونم ادای جیمز باند رو درارم. یارو میگه ریم برا دیدم رام، من با اسلحه بیام عینک تیر بزنم برم. خب منم بعد برقصم، اونم برقصه دیگه. کوجی هم بیچاره چیکار میکنه؟ کوجی هم که تفلک دوربین میذاره رو درخت خودش میره، ما با دوربین داریم حال میکنیم. یه بار گفت دستت خیلی ناراحتم. گفتم چرا کوجی جان؟ گفت منو مسخره کردی تو برنامه تپش. گفتم چی گفتم کوجی جان؟ گفت تو گفتی منو بردی پشت دیوار. گفتم مگه پشت دیوار نبودیم؟ خب من بعد نگم، تو چرا نگرانی؟ گفت من برای تو انقدر زحمت کشیدم، تو رو آدمت کردم. گفتم من آدم نبودم. آخه بعضی از این نرامنه فکر کنم ما مسلمونا آدم نیستیم. خیلی جالبه.